سلام ماما جان، خوب هستین؟ و علیکم بیادر، تو خوب هستی؟ شکر پاز خدا زنده. حالت خوبه؟ شکر پاز خداست. مصرف چیکار هستی ماما جان؟ کراچی میگردانیم لال. تا در وقت کارش کنی میکنی؟ همین 2 سال 3 سال میشد می کابل هستیم. قبل از چی کار میکنی؟ قبل از این مزدوری میکردیم، دمی چوک میرفتیم، مال خو مزدوری نیست، مزدورا ضیاف است. همین کراچی دو بیادر است، ما میره میگردانیم. صبحی او میبره، پیشین ما میگردانیم. در کراچی که میکنی مثلا باز دای اولادت نان آورده میتونی نمیتونی بل برق او یار تویل کده میتونی خودت؟ شکر پاز خدا گزاره میکنیم، چی کنیم لالا پورا خو نمیشه. بلو برکا و بلا و بتیم. چه داریس خو یک گزاره میکنیم. در کراچی 2 نفر کار میکنی؟ کراچی 2 نفر کار میکنیم. میفهمم بسیار خانه تا نپولی امروز ما از کجا آمدیم پشت شما؟ فهمیدیم ما فهمیدیم زنده باشید بیادر خیر ببینید تو یک شما یک تکلیف میکنین شما پشت تر غریبارا میگردین کمک میکنین شما را خدا کمک کنه بخیر باشین. از طرف حاج صاحب الفتوح با همکاری گلزاد فاندیشن یک مقدار پیسه نقدیس گیره و شما ما میتونم و شما چی گفتین دارین به خود حاج صاحب و تیم همکاری؟ حاجی صاحب سلام میگیم بعد سلام برش کامیاب باشه اینا تو که غریب بابا کمک کنه باید کل اینا تو مردم از مصرف یک بار بگیرین حسابشون کنین که چند خیر خیر زنده باشید 1 2 3 4 5 5000 افغانی. نه 5000 افغانی. تشکر بده. شما هم تشکر بسیار خوش باشین لالا زنده باشین ان شاء الله کمک ما جریان داره. بخیر باشین.